نمیدونم این منیفستیشن رو چرا اینقدر سختش کردید. الان توضیح بدید به سوال خوردن. نگاه کن، قانون برگشت پذیری میگه اگر آب میتونه به یخ تبدیل بشه، یخ هم میتونه به آب تبدیل بشه. اوکی، داشته باش. حالا میگه این دو تا در اصل یه چیزن ولی در فرکانس های مختلفی دارن ارتعاش میکنن. ساده‌تر از این میگه اگر شرایط بیرونی میتونه احساسات رو به وجود بیاره، احساسات هم میتونه شرایط بیرونی رو به وجود بیاره. یعنی چی؟ شرایط بیرونی یعنی که مثلا تو یه ماشین خریدی، احساس رضایت درونت به وجود اومده، احساس خوشحالی به وجود اومده. میگه اگر اون احساس رو قبل از اینکه به خواستت برسی درون خودت به وجود بیاری، اون احساس هم میتونه ماشین خریدن رو به وجود بیاره. این ساده منیفستیشنه. حالا یکم علمیش کنیم، برگردیم به قانون انیشتین که میگه E مساوی mc2. اوکی، E انرژی، M جرم، C هم سرعت نوره. میگه انرژی میتونه به ماده تبدیل بشه، ماده هم میتونه به انرژی تبدیل بشه. حالا احساسات ما همون C توی معادله انیشتین. پس کافی از خودت سوال بپرسی اگر من همین الان خواستم رو داشتم چه احساسی داشتم؟ اون احساس رو نگه دارم، بهش وفادار باشم تا زمانی که در دنیای سه‌بعدی من به واقعیت تبدیل بشه. این بود منیفستیشن. زیاد سختش نکنید. خداحافظ.